همینطور که میبینین در حال دوختن لباس زکی جان هستم. با هم بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. سلام عزیزای دل، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. همینطور که میبینید من الان توی خونه زکی جان هستم که قرار لباسی که توی برنامه جذاب و دیدنی پیازداغ بپوشه رو براش آماده کنم. من این ویدیو رو قبل از برنامه گرفتم و الان که دارم براتون ادیت میکنم برنامه پخش شده و برنده این گروه هم مشخص شده. همینطور که میبینید این همون لباسیه که زکی جان توی برنامه فوق‌العاده دیدنی فامیلی جعفری پوشیده و منم الان دارم فیته های دور آستینش رو میدوزم که یه آستینش رو دوختم و الان نوبت این یکی آستینشه که بدوزم. با هم بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. یادتون نره اگه از ویدیوم خوشتون اومد سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی من مطلع شین. من واقعا زکی جان رو خیلی دوست دارم و خودتونم توی برنامه ها دیدین که زکی جان چقدر خانم مهربان و خوشقلبی هست و همیشه لبخند روی لباش هست و منم از ته دلم واقعا براش آرزو داشتم که توی این برنامه برنده بشه که خوشبختانه نفر اول هم شد. البته ناگفته نمانه که توی این گروه 2 اشتراک کنندمون برنده شدن. آستینای لباس تموم شد. الانم دارم نخهای اضافه رو قیچی میکنم که فیته های دور آستینش رو دوختم. این از یه آستینش که تموم شد. ببینید چه خوشگل شد. اینم از آستین بعدیش که هر 2 آستینش تکمیل شد. خب آستینای لباس که تموم شد الانم بریم سراغ دامن لباس که قراره اینو روی دامنش بدوزم. همینطور که میبینین پایین دامن هیچ طرحی نداره و کاملا ساده است که من میخوام اینو بهش اضافه کنم که خوشگل تر بشه. من واقعا خیلی عاشق خیاطی هستم که اگه 24 ساعتم پشت چرخ بشینم و مصروف خیاطی باشم اصلا دلمو نمیزنه و احساس خستگی نمی کنم. ولی بعضیا شاید باشن که از خیاطی خوششون نیاد، ولی من نه، برعکس یکی از بهترین سرگرمی های من همین خیاطیه که الانم اینقدر از دامن رو دوختم و بریم که بقیه دامن رو با هم بدوزیم. خب لباس تکمیل شد و فوق‌العاده خوشگل شد. الان بریم یه نمای سر تا پا با هم ببینیم. شما هم نظراتتون رو کامنت کنید که به نظر شما چطور شد. اینم از زکی جان عزیز که لباس مبارکش باشه. همینطور که دیدین لباس تکمیل شد و زکی جانم یه بار پوشیدش که انشالله مبارکش باشه. راستشو بخواین وقتی که داشتم لباس برای زکی جان میدوختم موقعی که تکمیل شد بهش گفتم مبارکت باشه و انشالله که به خوشی ها بپوشی و توی برنامه انشالله که برنده بشی که خوشبختانه همینطورم شد و توی برنامه جذاب و دیدنی پیازداغ برنده شد که البته ناگفته نماند که توی این گروه 2 از اشتراک کننده هامون برنده شدن. اگر هم که این برنامه رو هنوز ندیدید میتونید برنامه جذاب و دیدنی پیازداغ رو از یوتیوب فامیلی جعفری بیننده باشین. الانم شاید بگین که چرا من این 2 گلدون رو جلوی خودم گذاشتم. راستش رو بخوام میخواستم الان این گلدونامو تمیز کنم و گفتم یه نکته رو هم برای شماها بگم. البته خیلیاتون میدونین اینو، ولی میخوام به شماهایی که عاشق گل و گیاه هستید و نمیدونید که چطوری میتونید یه گلدون پتوس خوشگل و حجیم و پرپشت داشته باشین بهتون بگم چه کار کنین. من اینجا یه دونه آب پاش دارم که یعنی چند روز در میون میگیرم گل پتوسم و وقتی که بهش یعنی آب میدم با این آب پاش میتونید ببینید با این آب پاش بهش اسپری میکنم و قشنگ برگاشم آب میدم. بذارید بهتون از نزدیک نشون بدم. هر وقت خواستید که گلدونتون رو آب بدید 1 روز در میون یا 2 روز در میون به این صورت آب رو اسپری کنید روی برگ‌های پتوستون. و اگه گلدونتون پرپشت بود با دستتون قشنگ برگ‌ها رو جابجا کنید که آب به همه جای شاخ و برگ‌های گلتون برسه.
به این صورت همه قسمت های گیاهتون رو آبیاری میکنید و اسپری میکنین. و این نکته دیگه رو هم بهتون بگم که از این قسمت اگر ببینین میبینید که از این قسمت یه برگ جدید داره در میاد. در واقع این قسمت های سیاه ساقه های پتوس همون ریشه های پتوس به حساب میان که وقتی بهش آب میدیم یا آب و اسپری میکنیم از این قسمت ها برگ های جدید در میاره و باعث میشه که یه گلدون خوشگل و پرپشت و حجیم داشته باشیم. میبینین این قسمت های دونه های سیاه رو؟ از این قسمت ها قشنگ برگ های جدید در میاد و میتونیم یه گلدون پرپشت داشته باشیم. پس هر وقت خواستید گل پتوستون رو آبیاری کنید حتما با یه آب پاش همه قسمتاش رو اسپری کنید. فکر کنم توی دوربین واضح دیده نشد. الان یه بار دیگه از نزدیکتر بهتون نشون بدم. میبینین که گفتم از این قسمت سیاه ماننده روی شاخه داره یه برگ جدید در میاد. اینا هاشش. این سفیده رو بذارید دوربین رو دورتر بگیرم. اینا هاشش از این قسمت داره یه برگ جدید در میاد. و این دونه های کوچولی که روی ساقه میبینین وقتی آب و اسپری میکنیم از این قسمت ها قشنگ برگ جدید در میاد و باعث میشه که گلدونمون پرپشت‌تر بشه. پس هیچ وقت فراموش نکنید وقتی که دارید گلدونتون رو آب میدین یه مقدار آب هم روی شاخ و برگ‌هاش اسپری کنید و بریزید. و اینکه هر وقت برگ‌های گیاهتون خیلی گرد و خاک گرفته بود و کثیف شده بود راحت میتونید با یه دستمال به این صورت تمیز کنید. اینطوری میتونید یه گلدون خوشگل و پرپشت داشته باشین. خب این طرفم یه گلدون دیگه داریم که ببینید از این قسمت یه گل خوشگل داره در میاد. من این گلدون رو هم خیلی دوست دارم و هر سال گلای صورتیش یعنی میریزه و گلهای جدید در میاره که الانم 2 تا از این گلای خوشگل در آورده که اینا الان خیلی کوچیک هستن و تا چند روز دیگه یا چند هفته دیگه قشنگ بزرگ میشن و باز میشن. ببینین یه دونه کوچولوی دیگه هم این طرف ها داشت. بذارید بهتون نشون بدم. اینهاش یه کوچولوی دیگه هم داره از اینجا در میاد. امیدوارم از ولاگ امروز خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.